98 خلق کرد و الان در کلیسای سانتا ماریا قرار داره. در اون زمان لئوناردو با فشارهای مالی و انتظارات دوک لودویکو اسفورزا مواجه بود. این پروژه برای اون نه تنها فرصتی برای نمایش مهارت‌های هنریش بود، بلکه به عنوان چالش بزرگ حرفه‌ایش هم محسوب می‌شد. لئوناردو قصد داشت تا صحنه مهم از زندگی عیسی مسیح رو به تصویر بکشه، جایی که او پیش‌بینی می‌کنه یکی از حواریونش به او خیانت بکنه. هدف او ایجاد تأثیر عاطفی و درمان دراماتیک در تماشاگران با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته نورپردازی و نسبت‌ها بوده. هر چهره و حرکت دست بخشی از این داستان رو روایت می‌کنه و الان این تابلو به عنوان یکی از بزرگترین آثار هنری تاریخ شناخته میشه و هر ساله هزاران نفر برای دیدن به اون به شهر میلان سفر میکنن. حالا شما بگید